انشالله آمین. الله اکبر. رحمت کردم تقا جان. به نهایت زیبا بردارو. برادرای گرامی، این دهایی از خالای بالا است که وقتی گذاشتن از همین دهه گفتیم که یک بانوا بگیریم. شاید که یک شخص تماشا میکنه. سلام علیکم دوستان عزیز. دوستان عزیز، خواهش کردین دههای گلدره. ما در نزدیکی دههای گلدره یک دههای دیگه است. نوارو از همینجا آغاز کردیم. فرسیدیم گفتن که دههای جوانان نام دارد.
گرامی انا راهی که میبینین نزدیک رسیم به خواهش‌های شما، یعنی که نزدیک به دههای گلدره. همین راهی که میبینین ما رو دههای گلدره میبرد. دوستان عزیز، مثل هر وقت دستگیری را فراموش نکنید. وقتی که تماشا میکنید در ویدیو لایک بذارین و ویدیو را پهن کنید تا که از کانال ما با خبر شوند و آنهایی که نو کانال ما رو میبینن با کانال ابونه شوید، در ویدیوهای ما لایک بذارید و زنگوله کانال را پاش کنید تا که ویدیوهای نو با نو ما رو تماشا کرده توانید. تشکر زیاد. و قدر امکان ما خواسته های شما را اجرا میکنیم برادران. اینا برادران گرامی، مرحمت دههای گلدره را تماشا کنیم. ما با دههای گلدره رسیدیم. دوستان گرامی، درآمدگاه دهه را از دو طرف باغ‌های زیبا احاطه کردگی. گرد اطراف باغ‌ها زبار گرفتگی تا که زیباگی باغ بر شما نشان بدیم. اینمی از دو طرف را باغ است. دوستان عزیز، یک باغی زیبا طبیعتی نوتکرار داشته بوده است. به نهایت زیبا برادران. دوستان گرامی، طبیعت زیبا را شما تماشا کنین. گوشه زیبای وطن با دو هوای تازه. خواهش شما رد نشید برادران. این آمدیم دهه را با نوار گرفتیم. شما نیز دستگیری ما رو از خاطر نبرارید. از دور بینایی که میتوه
مکتبی نو ساخته، مکتبی نو زمانوی ساخته با استفاده داشته. از دور دهه تنابچی نمایان از طرف ناحیه تیمور ملک. دوستانی که از دهه جیرالی هم برادرها، انشاءالله یکان روز دیگه دهه شما میریم. از دور دهه که میبینید دهه جیرالی است. دهه جیرالی اینا از طرف دیگری همین دریای سرخاب دهه جیرالی قرار دارد و در دوام دهه گلدره دهه های تنابچی آغاز می شود. برادرها خواهش کرده بین انشاءالله یکان روز طرف ناحیه تیمور ملک سفر میکنیم، به خاطر خواهش های شما نشان میتیم. انشاءالله امیدواریم که تیزتر همه بیماری دفع شود، نابود گردد تا که توانند هم به کارهای خود، مشغولیت های خود برگردند و هم کدامی که خواهشی به وطن برگشتن دارد به وطن عزیز خویش برگردند و زیبایی های وطن خود را به نزد پدر و مادر خود بله ساخت سلامت باشه، ساخت سلامت وطن برگردیم انشاءالله. آمین. الله اکبر. رحمت کنم تقا جان. میدانچه ورزشی مکتب خودی همین دهه من میبینم. مکتب نوی زمانه‌ای است.
قشلاق که من بوی چپاتی دارد، قشلاق که من بوی چپاتی دارد، شیرینی شیرینی توتی دارد. از چوبی درختی به در هر خانه گوهره سبزی ملکوتی دارد، ملکوتی دارد. آن کو که می نماید اندوهی من است، ابری هوا خیالی اندوهی من است. بارانی سریش میبرد بر وطنم، بارانی سریش میبرد بر وطنم. آن بار که میوزد بران آگی من است، آگی من است. وطنم جان وطنم، جان وطنم، آب وطنم، جان وطنم، جان وطنم. در کوچه خاکی روانم همشه، در توتی قطاری صوفیانم همشه، در حولی کودکیم از دانه عشق، در حولی کودکیم از دانه عشق. من دانه توب می تکانم همشه، آه وطنم جان وطنم، جان وطنم، آب وطنم، جان وطنم، جان وطنم. نانشتهی من تراشکی دیگی تو بود، در ما بگی خوشکی من تگیرگی تو بود. قشلاقه که من خطت نویسم همه عمر، قشلاقه که من خطت نویسم همه عمر. استادی ختم معلمی بکی تو بود، بکی تو بود. آه وطنم جان وطنم، جان وطنم، آه وطنم، جان وطنم، جان وطنم. روزی دوباره دیدنی مأوایم، بکشودنی قلفی خانگی تنهایم. روزی که به دست مالکم تازه کنم، روزی که به دست مالکم تازه کنم. چون عینکی چشم شیشه‌ای درهایم. آه وطنم جان وطنم، جان وطنم، آه وطنم، جان وطنم، جان وطنم، جان وطنم، جان وطنم.
اکر مرا چو میبری؟ اه؟ دوستان عزیز، شما را پناه میدونم و من همین دهه یعنی دهه گلدره به نهایت پسند آمد. باور دارم که حتما به شما این پسند آمدگی است. به نهایت با هوای تازه، باغ‌های زیبا، لب سنگا، عجایب جای گشت بزرگ خوب است. دوستان عزیز، اگر به شما نیز پسند آمده باشه حتما دستگیر کنید و برادرانی که کدام دهه را میخواهند ما به نوار بگیریم حتما در هر ویدیو ما بنویسید. شاید که نوشتگیتان در ویدیو پیشنه میموند، ممکن که بعضش نخوانیم. به همین خاطر در هر ویدیو که میوریم بنویسید کدام دهه را میخواهیم به نوار بگیریم. دوستان خدا یار و مددگارتون، دستگیر رو حتما فراموش نکنید. یک سخن خوبی شما، یک آبونه شدن شما باعث دلگرمی ما، باعث پیشرفت کردن ما میگردد. در پناه خداوند باشید. خدا یار و مددگار.